سلام. الان تقریبا من سلام رفتم تمام الان 4 روزه که بچه اومدم تو این خونه و همچنان در حال خرید، شستن، خرید کردن، چیدن و این کاریم بازم هنوز نصف چیزا مونده. حالا من چون دوست دارم وسیله‌ای که میخرم وسیله‌ای که میخرم با شما آنباکسش کنم. خب به خاطر همین این چند چیزی هم که دیروز رفتم از کاسکو خریدم گفتم بهتون نشون بدم. خب میدونن ترولیا خریدم، اینا خیلی این کار رو اندازه مثلا نمیگیره. آره خیلی کار رو اندازه، همین چی میتونی توش بچینی و اینا. من بیشتر واسه سیب زمینی پیاز گرفتم. سیب زمینی پیازشون چون اینجوری بسته بندیه میذاری روی بعد ترولیه دیگه، ترولی کارت هرچی که بهش میگن، قشنگ این برابر میتونید بذارید. نمیتونه اینه. بعد اینجا میدونین که میگن آب شیر رو نباید بخوری، آب از شیراب نباید بخوری. نه بخاطر اینکه تصفیه هم هست، ولی چون از قدیما اینا همیشه آب معدنی میخوردن، حالا منم میدونم این پارچه تصفیه کننده آب و فیلتر دارم خریدم. بچه‌ها نه قیمت نداره. خب اینا رو خریدم 1 2 3 4 5 تا با این گیره سالاد که اینا $10 رو داره. نشون بدم از اینا که اینم حالت چرخشی داره، توش مثلا روغن زیتون و سرکه بالزامیک و نمکی هم داره. همینا رو خریدم، خیلی به قیمت بود ولی از بشقاب خوشم نیومد. بشقاب و چنگال و اینا رو هم راست رفتم هم کاسکو رفتم، اما من همه رو تو شورومش کردم، تو سایتشون نرفتن چون باید برام بفرستن، طول میکشه و منم یه خورده آدم هولی هستم، همش با عجله همه چی تکمیل بشه. اینا رو اینجوری خریدم. حالا اگه امروز و فردا فکر کنم باید بشم بخاطر امتحان گواهینامه درس بخونم، توی یه ویدیو 6 ساعت ببینم. اگه امروز رفتم تا میرم یه سری چیزا به آیکیا میخرم که قبلا چیز کردم، کاندید کرده بودم و اینا. قیمت هم که بهتون گفتم راست از همه چیز ارزان‌تر بود و کیفیت همه چیش هم خوب بود، ولی اون قاشق چنگاله‌ای که داشت یه خورده ته‌دار و اینا بود، من خوشم نمیاد نخریدم. و تقریبا از $20 $17 $16 شروع میشد که خیلی چیز بود، قیمتاش خوب بود. راستو خیلی پیشنهاد میکنم اونایی که آمریکا هن. نمیدونم کانادا، استرالیا یا اروپا داره، ولی تو آمریکا هستی همه جا هم شعبه داره، هر جا تو مثلا هر جایی که میرید شعبه داره. من تو شعبه همین وستهایمرش رفتم که خیلی بزرگ بود، معمولی بود، ولی یه دونه تو آوتلت کیتی هست، اونا که هیوستون هستن میدونن تو آوتلت کیتی یه مغازه فروشگاه خیلی بزرگ راست است که اون حتی فرش هم داره. اینجایی که من رفتم فرش داشت، اونا فرش هم داره و بازم تو اون آوتلت قیمتش پایین‌تر بود. بانکر هیل آره، تو بانکر هیل داره که اون شعبه‌ش هم لباساش قشنگه. پس بانکر هیل لباساش قشنگه. اینجایی که من رفتم تو وستهایمر همه چی داشت و آوتلت کیتی دیگه فول همه چی داره. اگه مثلا وسیله خونه میخواین به نظر من کیتی خیلی بهتره. که زایمایی گرفتم فراموش کن. آیکیا هم براتون میذارم، میخوام توی ولی همه رو جمع کنم کلا. آره جای میبینید همه میوه تو آمریکا هر چی میگیرید بسته بند. من تو کاسکو فعلا میرم خرید و فونیشیا هم یه سوپرمارکت، یه فروشگاه بزرگه، نمیشه سوپرمارکت، یه فروشگاه بزرگه که همه مثلا وسیله های عربی، ایرانی و ترکی داره که خیلی به ذائقه ما نزدیکه و اونجا من میرم مثلا گلاب میخرم و اینجور چیزا. اینا هم بچه از کاسکو خریدم، من بهتون نشون بدم یا نه. اینا هم خیلی خوبه و هوا گرفته.
اول همینجور بچه نشسته میذارم. میدونی که میوه رو نباید بشوری بذاری یخ تا موقعی که استفاده میکنید که اون تازه بمونه دیگه. خودتون ماشاءالله کدبانی میدونید. باحال بهتون یاد داد. این مامان من به من یاد داده. یه دستمال کاغذی خب میذارین تو این. مثلا تو این که فکر نمی کنم خراب شه. دستمال کاغذی میذارین تو این خیارا رو میذارین توش دیگه خراب نمیشه. من خیلی بلد نیستم و سویت پپر رو هم میریزیم داخل این پارچه. دیدیم بعضی ها میگن که ما زبان مادرمون رو فراموش کردیم. یه چیزی جالب میخوام بهتون بگم بچه ها. ببخشید این حرف میزنم و دارن حرف مفت میزنن، چون الان ما یه دوستی داریم، دوست خانوادگی داریم که خانمش امریکاییه و خودش هم تقریبا 50 سال آمریکاست و هنوز به لهجه شیرین فارسی و لهجه شیرین شیرازی صحبت میکنه. تو این 50 سالی هم که اومده امریکا فکر کنم انگشت شمار کرد 10 بار رفته ایران و هنوز لهجهش داره و من نمیدونم اونی که تازه میاد مثلا آمریکا 2 ساله چرا باید زبان چیزشو لهجه بگیره. خیلی من جالبه. دروغ میگن و این دارم فیلم بازی میکنه. این دوتا بچه، این دوتا رو هم من خریدم برای کنار مبل. خیلی این میزه این شکلی من خوشم میاد. این دوتا هم همینجوری بودن، جدا بودن، ما اومدیم به هم دیگه وصلشون کردیم. این میز تلویزیون فکر کنم بهتون نشون دادم، این میز تلویزیون هم همین شکلی بود. اینم ما با سر همش کردیم. کلا اصلا یه چیز کامل این شکلی نمیارن، تیکه بهتون میدن 40 تیکه شما ستابش کنید. شما فکر میکنید که این صندلی ها رو ما همینجور آماده خریدیم؟ اشتباه فکر کردیم. این صندلی ها این شکلیه، ما باید اینو ستابش کنیم. هر صندلی چقدر طول میکشه؟ نیم ساعت. هر صندلی نیم ساعت. این هم وضعیت ماست. قدر ایران رو بدونید، همه چی آماده میاد دم خونه‌تون، میچینید فقط. اینجا باید یه هفته وقت بذاری ستاب کنی بعد تازه ستاب میکنی خوشت بیاد یا نیاد. برم میبر رفتم. اینجا آیکیاست، همون جایی که همین قیمت ها خیلی مناسبه و اونایی که اول مهاجرتشون تازه اومدن میخوان قیمت مناسب خیلی اساس بخرن میان طبعا اینجا. حالا من قیمت ها رو هم براتون فیلم میگیرم میذارم، ولی کلا آیکیا خیلی خوش قیمته. مثلا این بشقابا هر 4 تاش، اینا هر 4 تاش 19 تا. اینجا ست بشقاب و کاسه این همش 4 تاییه. میبینید اینجا $20. حوله داره که ستاش میشه $15. سطل آشغالا $14 که همه رنگ بندی ها هم داره. آینه و اینا رو میبینید. اگه پت دارید این هم جای خواب پته که هم حصیری داره هم پارچه‌ای، هم برای گربه است هم برای سگ. آیکیا هیوستون خیلی بزرگه، 2 طبقه از طبقه بالا مبل و کابینت و لوازم خونه و تخت خواب و اینا، طبقه پایین فقط لوازم آشپزخونه و هر چی که مثل سطل آشغال و دستگیر و اینجور چیزا دیگه، سبد و اینا. طبقه پایین خیلی خوب سکشن مختلفه و واقعا آدم گیج میشه. اینا خریدای خودمه که خریدم. 2 تا از این کاسه بزرگا شرابخوره، احتمال یکی دیگه هم اینو بردارم. آب سربوش و $13. سینی و گلدون و اینجور چیزا. سه‌شنبه که میاد مهمون دارم، مثلا همونا برداشتم. اینا هم که خیلی دوست دارم، فیوریتمه کلا، ولی خب الان واقعا وقت نمی‌کنم اینا رو ببرم، یعنی بخرم و ببرم و دیزاین کنم، اینا خیلی طول میکشه. این هم سکشن گل و گلدون و اینجور اکسسوریاش که گل مصنوعی هم داره.
باشم و اینجور چیزا. اینجا شمیان داره. این هم قسمت کالای خوابشه که هم روبالشی و پتو و لحاف میشه دیگه، اونو پیدا میکنید. قیمتشون متفاوت، $50. البته من یه دونه مثلا اگه پتو داری روکش و اینا شو دیدم که مثلا هلوش $10 بود. ولی خب قیمتش متفاوته. مثلا اینو بهتون نشون بدم. مثلا این چون نیو کالکشنشه زده $40 اینا رو. این هم قسمت لیواناشه که این 6 تا رو میده $11. اینا تکیه میده $3. و اینجا هم که این هم کل میده، باکسش رو میده، 6 تایش رو میده $3. امروز آف زده این. حالا من اینه زیاد خوشم نمیاد چون خیلی قدیمیه. اینا رو هم که تک میده دیگه، تک دونه $1.50. اینه که من خریدم این گیلاس ها، اینا هم 6 تاش بود $13. من از این خوشم اومد. این مشکیه، من اینجوریشو میخوام، یعنی یه خورده بزرگتر، ولی الان پیدا نمیکنم پکش. مثلا اینا هم متفاوته با هم دیگه. فروشنده هم نداره که ازش بپرسم. بچه این قسمت آیکیا رو میبینید، قسمت قسمت چک اوت آیکیا که همه لوازم مبل و اینا وسیله‌های بزرگ داره. پایینم که میای دیگه حساب میکنی. اینم خریدای منه. من از اینا خیلی دوست داشتم که پتو و بالش توش بذارم و اینا جدا جدا گذاشتم. حالا حساب کنم ببینم چقدر میشه. سلام. امروز رفتم آیکیا، یادم خرید کردم، یادمی که همون چیزایی که میخواستیم، این خونه احتیاج داشتیم و اینا. فقط تونستم یه دونه دکوری بخرم که اونم اینه، این از دکوره. این پتوهای مبل و دونه $4 خریدم. این بالش هم دونه $7. این سبدم $25. اینو خیلی دوست داشتم. این کلا رنگ سبز خیلی باشه تا برام بچه‌ها. این دو تا سبد رو خریدم. گلدون، چابشقابی، جا تفصیلی، سرویس قاشق چنگال از مادر عروس. و سب کن بیام اون بار بهتون نشون بدم. بشقابای سبزی رو خریدم، خیلی حس خوبی بهم میداد. توش سبزی خوردم بریزم و اینا. و این سرتاسو خریدم چه چیز میکنه. من میخوام باش برنج بریزم، تو گونی برنج بذارم، خیلی باحالیه. این گلدونه رو خریدم. این بشقابا خریدم. بشقابا بچه‌ها، بشقابا دونه 4 تاییه، 6 تایی. این پیش دستی‌ها با این کاسه ها. این کاسه ها رو فکر میکنم خیلی میفکرم 17 تا بود اینا، اگه اشتباه نکنم، چون تو چیزشون گذاشته بود قیمتو. بعد دیگه این هابی از چیز خریده، کاسکو، نمیدونم چند خریده. این پیشبنده رو خریدم استفادم. و قاب عکس‌ها، اینم نمیدونم، این قاب عکس‌ها اینم که دیدم توش چی بریزم خوشگلشه. حالا ماکارونی توش بریزم، اسپریتی، تخته و چیزه از این جا قاشق چنگالا دیگه که میذاری تو کابینت و اینا. این از این هست خریدم. آها اینا
اینا این لیوانای چای من خیلی دوست دارم. اینا رفتم 6 تاش کردم. دو تا هم داشتم 8 تاش کردم. بعد این شمعای خوش‌کننده خونه خریدم. اینا فکر کنم دونه‌ای $4 بود. که نوشته 40 ساعت هم میسوزه، یعنی شمع روشنایی 40 ساعت روشن. با یه دونه این گلا واسه دستشویی بدم یه دستشویی خیلیه. این خریدا کلن شد 400 500 600 حدود $700 این خریدا شد. فقط این ایفریه. بریم دونه دونه بچینیم اینا رو. خب گفتم کار نکنم با شما هسته که با خودم بردم بزنم 2 تا 4 تا گرفتم. قشنگ شد. ببینید قشنگ شد. خب اینا رو هم قاب کردم گذاشتم اینجا. خیلی پیش‌بند دوست دارم واقعا. وقتی کارهای آشپزخونه میکنی پیش‌بند بچه هست. اشتباهی برداشتم. تدریترش کنم. من چرا باید اینو فکر کنم این مال منه؟ چرا باید فکر کنم این مال منه و واسه بچه هم نیست؟ این بشقاب مثلا با این بریم من اینجوری ست کردم. این بشقاب مثلا با این با این من اینا رو اینجوری ست کردم. قشنگ ببین خیلی بدم برم جمعشو کنم دوباره میام. خب اینجا یکی دیگه از بهترین فروشگاه‌های خوش قیمت آمریکاست. راست اسمشو بکنم شنیدین بارها. این یه فروشگاه اوتلته که همه جنسایی که تو جاهایی که قبلا بوده تخفیف خورده رو دوباره میاد اینجا تخفیف میزنه و میذاره. قیمت تخفیف قبل و بعدش هم میذاره که خیلی به قیمته. ولی خب چون هیچ چیزی با هم دیگه ست نیست و همخوانی نداره همینجوری میذاره دیگه. شما باید خودتون پیدا کنین. ولی من همیشه ازش خرید میکنم. همیشه هم راضیم. واقعا عالیه. یه چیز جالب بهتون بگم. من فکر میکردم این 6 تاییه که تو آمریکا همه چیز ستش 4 تاییه. یعنی من 4 تا لیوان دارم. 4 تا دیگه شون باید بخرم. پارچه رو خیلی دوست دارم. خیلی قشنگه. عرضه همه شیشتاشو میداد 13 تومنم. همچون تک تک گذاشته کنم بذارم اینجا بشوره که چیز نشه تمیز بشه. بپزیم تو چه دمایی باشه اینا چجوری با میشه. وقتی بلد نیست ایرترایی رو باز کنی نمیتونم چجوری. این رو میتونم به برق میخوابه. این به برق میخوابه ولی این چجوری باز میشه نمیدونم.
جا زیاده، من اصلا نمیخوام این همه جارو میخوام چجوری بچینم چیکار کنم. خب تا حالا خونه‌ای که داشتم انقدر بزرگ نبود، بعد الان جای کم آوردم. اینو نمیدونم از کجا بزنم. اینجا که دو شاخش برسه به اینجا. این چقدر کیوته. 1 2 3 6 تخم مرغ میذاری، بعد درشو کیپ میکنی، بعد اینو میزنی. آبش هم باید توش آب بریزی. آبش که تموم شه یه صدای وحشتناکه ولی خیلی بامزه است. من خیلی دوستش دارم، خیلی کیوته.